دانیار نبیف یا بابای دانا حالا در منزلش در محله گلبوته ناحیه رودکی زندگی دارد. شادی نبیف برادر دانیار نبیف از همه گونه صحبت در این باره خودداری کرد و حتی به ما اجازه نداد که با دانیار نبیف نزدیک شویم و حتی اجازه نداد که ما منزلش را ثبت کنیم. ولی آنچه معلوم است پیوندانش گفتند که بعد از نیمه روز 23 اپریل دانیار نبیف را از یک محبس شهری وحدت شرطاً او را جواب دادند و دانیار نبیف از روی قانون در یک مدت معین باید خودش را از قید مقامات گذراند و مهلت این از قید گذرانی حدود 2 سال بوده است. نزدیکانش گفتند دانیار نبیف خود را حالا خوب حس میکند و آنها باید که او را طبابت کنند چون دانیار نبیف گرفتار بیماری سیل است. بازداشت دانیار نبیف واکنش‌های زیاد جامعه جهانی و سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورد و مقامات بعد از 4 ماهی حکم زندانی او اخیراً او را آزاد کردند و وکیل دفاع دانیار نبیف گفت که به خاطر پیرانسال بودند و هم به خاطر بیماری سیل داشتند دانیار نبیف را آزاد کردند. قانون در تشریح کرده یک محکمه وقتی که بیمار باشه بس 3 سال بینابر میگن شرطا ممکنه پیش مهلت آزاد کردن است. نزدیکان دانیار نبیف گفتند که بعد از خوب شدن وضع سلامتیش ممکن است که با مطبوعات صحبت کنند، ولی حالا ما تماس مستقیم با خود دانیار نبیف نداریم و تنها از زبان نزدیکانش میدانیم که سلامتی او خوب است.